سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. میدونیم که هممون دنبال این هستیم که بتونیم چجوری مقاله ها رو بخونیم و توی کمترین زمان ممکن به اون مقاله‌ای که میخوایم دست پیدا کنیم و بتونیم به عنوان رفرنس ازش استفاده. با ادامه ویدیو با من همراه باشید اگه میخواید بدونید چجوری مقاله علمی رو بخونید. خب اول تو گوگل اسکالر که خودتون حالا میدونین دیگه، سرچ میکنین مقالتون رو پیدا میکنین، رفرنس یعنی سال بهش میدین، سال رو اینجا مشخص میکنید و دیگه بعدش شروع میکنید حالا دنبال مقالتون میگردید. من یه مقاله رو دانلود کردم و دیدم که مقاله خوبیه، میتونم مثلا حالا باهاش سر کار داشته باشم. اول ما یه مقاله داریم که چی داره؟ تایتل داره. این مقاله که تایتل داره شما بهتر دانلودش کنید که بتونید روش اینطوری خط خطی کنید، راحت باشید روش. یعنی مقاله اول یه تایتل داره، شما تایتلش رو نگاه میکنید، میبینید که میخوایدش. توی تایتل مقاله ما به 2 چیز دسترسی داریم. یکی ریزالتمون هستش، یکی هستش و دیگری متد هامون هستش، متد های مقاله. امیدوارم که دیده بشه. خب متد داریم و تایتل داریم، مشخصش میکنیم. میگه the benefits of exercise in cancer patients and the criteria for exercise participation in cardio-oncology. ممکنه این دوتا باشه، ممکنه نباشه، ولی تو بیشتر مواقع امکان زیاد هستش. ما ممکنه یا ریزالت داشته باشیم یا متد داشته باشیم یا یکیشو داشته باشیم. یه مقاله دیگه من The benefit of exercise in cancer patients. این داره ریزالتشو بهمون میگه. پس اینجا ما ریزالت داریم. ما بقیه‌اش رو میخونیم. میگه که and the criteria for exercise. خب کرایتریا میشه معیارهایی که ما میایم تجویز اون ورزش رو برای بیماران قلبی عروقی میکنیم. پس اینجا به من باز هم ریزالت داده، نیومده هیچ حرفی از متد بزنه، نیومده بگه با چه روشی ما این کار کردیم. مثلا آیا این ریزالتی که به من داده مناسب هستش؟ اوکی، مناسب بود، من بازم اینجا ریزالت دارم، متدی ندارم. توی تاپیک هم متد ندارم و توی تایتل هم متد ندارم، ولی توی مقاله قرار نیست متد نداشته باشیم که. حالا این از تایتلمون. میرسیم به ابسترکت مقاله. ابسترکت مقاله رو نگاه میکنم. ابسترکت مقاله معمولاً میتونیم به چند بخش تقسیمش کنیم. چرا؟ چون توی ابسترکت ما ایم داریم، ما وای داریم، ما متد داریم، ما ریزالتس داریم. پس شما میتونید به 4 بخش این رو تقسیم کنید. هدف رو پیدا کنید، باید بخونید دیگه. اینجا باید شما بخونیدش، اینکه چرا این مقاله نوشته شده، چه گپ هایی بوده که ما اومدیم این مقاله نوشتیم، از چه متدهایی به صورت کلی استفاده کردیم و در نهایت ریزالت به صورت خیلی کوتاه در حالا 1 خط 2 خط هم شما میتونید پیداش کنید. پس توی ابسترکت شما به این موارد دسترسی دارید. سعی کنید PDF رو بگید که بتونید این کار رو بکنید با خودتون، یعنی انجامش بدید. پس توی ابسترکت ما به اینا میتونید دسترسی پیدا کنید. میریم کیوردامون هم میخونیم. کیوردها خیلی قسمت مهمی هستن، میتونه بهتون کمک کنه. کیوردها رو خوندید، حالا میرید قبلش هم شما در نهایت میتونید یه هایلایتی هم داشته باشید روی تاپیک هایی که مد نظرتونه، که بعد از 2-3 روز که میاد میخونیدش اون تاپیک های هایلایت شده رو پیدا کنید، ببینیدش. خب متاسفانه این مقاله نیومده بزنه اینتروداکشن، ولی ما فرض میگیریم این قسمت اینتروداکشن مقاله هستش. توی قسمت اینتروداکشن مقاله شما یکی پاراگراف اول و پاراگراف آخر اینتروداکشن رو باید بخونید. این ادیتور و پاراگراف آخرش میشه اینجا. پس پاراگراف اول و پاراگراف آخر رو ما در مرحله بعد میخونیم. پس پاراگراف اول و پاراگراف آخر
اینتروداکشنمون رو میخونیم. توی این قسمت به شما چه چیزایی رو میده؟ به شما یه بک‌گراندی میده بهتون و کمک میکنه که متوجه این بشید که هدف نوشتن از این مقاله چی بوده و اینکه چه فرضیه هایی توی این مقاله استفاده شده. مهمترش هم از همه این هستش که به شما میگه که چه هدفی داشته این ریسرچی که انجام شده. بعد اینکه پاراگراف آخر هم یه توجهی به شما میده از خلاصه کل اینکه چه چیزی توی این مقاله میخواد بیاد و دوباره فرضیه ها چی هستن و یه سامری هم از متد بهتون میده. از متد ها هم یه سامری میتونید توی این قسمت از مقاله به دست بیارید. توی پاراگراف دوم، قسمت پاراگراف اول و پاراگراف آخر اینتروداکشن رو خوندیم، میریم سراغ ریزالت. توی این قسمت باید سابسکشن هدینگا رو بخونیم. یعنی چی؟ یعنی عنوان های فرعیمون رو بخونیم. این قسمتی که شما دارید میبینید قرمز شدن، اینا عنوان های فرعی ان. حالا توی این مقاله خیلی بولد شده، خیلی بزرگ شده، ولی توی یه سری از مقاله ممکنه خیلی کوچیک باشه، خیلی ریز باشه، شما باید بگردید پیدا کنیدش. اینا رو نگاه میکنید. خب اینا رو که نگاه کردید، حالا سراغ چی میرید؟ سراغ کانکلوژنتون میرید. توی این قسمت کانکلوژن میخواد بگه که ریزالت هایی که توی این مقاله ما به دست آوردیم چی هن؟ پس ریزالت هایی که توی این مقاله ما به دست آوردیم. کانکلوژن میگه که این پیپر چه نتایجی داشته و چه چیزهایی رو به دست آورده، سعی کرده چه چیزهایی رو به دست بیاره و کلا هدفش چی بوده. توی این قسمت شما میتونید پیداش کنید. باز دوباره میخونیدش دیگه. حالا یعنی شما نرفتید کل مقاله رو بخونید. اینجا اومده مثلا گفته که پی ای سیمز و پی ای هم قسمت اول تو همون اینتروداکشن شما متوجه مخفف های مواردی که هست میشید. اینجا من اینو پاک کنم میذاره. خب در مرحله آخر، پس در مرحله بعد از هدینگ های فرعیمون میایم کانکلوژن رو میخونیم. کانکلوژن رو خوندیم، این مطالبی گفتیم رو بهمون میده. میرسیم به اینجا که برمیگردیم بعد از کانکلوژن میریم سراغ عکس ها و نمودارها. یعنی این قسمت، این تیبل 1، بعد اینجا ما چند تا عکس هم داشتیم. فیگوره، اینجا این فیگور، این beneficial effects of physical exercise in cancer patients undergoing oncological treatment. شما وقتی اینو میبینید، چون از قبلش اومدید یه سری از قسمت‌های کلیدی رو خوندید، این عکس‌ها رو که میخونید بهتر متوجهش میشید. حالا که برگشتید و خوندید عکساشو، گراف‌هاشو، هر چیزی که داشت بهتر متوجه شدید، برمیگردید میاید اگه توش محدودیت‌های از لیمیتیشن صحبتی کرده در آخر، شما نگاه میکنید ببینید که آیا اینجا از لیمیتیشن، حالا به زبان دیگه‌ای، حالا حتما هم نباید بنویسه لیمیتیشن، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم اینجا یه تاپیکی داریم. من رنگش رو عوض کنم، یه بولدترش کنم. ما می‌بینیم اینجا یه تاپیکی داریم اومده درباره اینکه اگه مثلا چیز متضادی تو این مقاله ها بوده باشه و گذاشته باشه، مثلا ببینیم هست یا نه. بعد اینجا اومده گفته که نویسنده های چیز متضادی، یعنی دارای تضادی به فارسی پیدا نکردن در این قسمت. پس ما لیمیتیشن ها رو میخونیم. در مرحله آخر بعد از اینکه لیمیتیشن ها اگه بود نگاه کردید خوندید، میایید سراغ اینجاها که رفرنس داده، میرید اون مقاله‌ای که رفرنس داده رو چک میکنید. مثلا مقاله شماره، الان من اینجا رو 56 بودم، بذارید برم بالا، اینجا روش کلیک کنید میاره براتون. الان اینجا این دوتا مقاله است که یکی مال سال 2017، یکیش مال سال 2018. دارید میبینید فکر کنم. آره این دوتا رو مثلا بر فرض مثال من تو اون قسمت مشکل داشتم، میتونم برم این دوتا رفرنس هم بخونم به همین ترتیبی که ما رفتیم جلو میخونیم. حالا این از یه مقاله خوندن خیلی علمی شد که شما میتونید به این صورت بخونیدش. میتونید این رفرنس ها هم اگه خیلی نیاز داشتید برید بهشون یه لینک بک بزنید و یه لوکی بهش بکنید. در کل میتونید قسمتایی که دوست دارید هایلایت کنید، خط خطی کنید برای خودتون. حالا خط خطی که گیج بشید نه، ولی خب بالاخره یه سری چیزا که مثلا اگه بعد 2-3 روز برگردید بهش و خواستید از توش چیزی پیدا کنید، بتونید سریعتر بهش دسترسی پیدا کنید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید لایک و کامنت نره، با دوستاتونم به اشتراک بذارید.